بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوام بهتون یه راه حل ساده برای حفظ کردن فرمول ها یاد بدم. بچه‌ها برای اینکه بتونید فرمول ها رو به خوبی حفظ بکنید، باید از روش فلش کارت استفاده بکنید. منتها در صورت این روش کارآمده که فلش کارت خودتون تهیه بکنید. چون وقتی شروع به نوشتن اون فرمول میکنید، مرحله اول یادگیری رو با موفقیت سپری میکنید. و بعداً با مرور و تکرار بیشتر میتونید کاملا فرمول یا هر چیز دیگه‌ای که میخواین حفظ کنید رو توی حافظتون تثبیت کنید. بچه‌ها بهترین زمان مطالعه فلش کارت قبل از خوابه. چون وقتی شما خوابین، مغز شما همه اطلاعاتی که قبل از خواب دریافت کرده رو تجزیه و تحلیل میکنه و باعث میشه ماندگاری مطلب توی ذهنتون بیشتر بشه. پس اگر میخواین فرمول یا هر مبحث حفظیاتی دیگر رو به خاطر بسپارین، از روش فلش کارت استفاده بکنین و حتما فلش کارت ها رو قبل از خواب مرور کنید.